مرده بود که فرزندانی زیاد داشت و خیلی کم بیزاد بود. چند روزه برای فرزندانش یگان چیزی خوردنی نیافت. خیلی غمگین و خاطر پریشان شد و به لب دریا رفت تا شاید ماهی به دست آورد. در همین وقت بختش آمد کرد و ماهی کلانه به شستش افتید و آن را گرفته شادی کنان به سوی خانه که فرزندان گرسنه‌اش چشم انتظار بودند دوید. هنوز به خانه نرسیده در میان راه با مردی واخورد که خیلی ظالم بود و زیردستانی زیادی داشت و مردم از مقابلیت کردن به او می‌ترسیدند. چون آن ظالم دید که در دست مرد ماهی کلانی است، از پیش راه او برآمد و ماهی را از دستش کشیده گرفت. مرد فقیر با او مقابلیت کردن نتوانست. ظالم ماهی را گرفته رفت و مرد فقیر که دست خالی مانده بود و نمیدانست که چگونه به نزد فرزندانش برگردد، بر زمین نشست و دست به سوی آسمان برداشته گفت: خدایا، آن ظالم مرا عاجز و ناتوان دید و قدرتش را به من نشان داد و لقمه با انتظاری ها و عذاب ها به دست آورده مرا از آن خود کرد. ای خداوند بزرگ، پس تو قدرت خودت را به او نشان میده تا بفهمد که مظلومان تنها نیستند و پشتیبان دارند. و برخاست و غمگینانه با دست خالی به خانه برگشت. آن مرد ظالم با فخر ماهی کلان در دست به خانه‌اش برگشت و خواست که ماهی را پاره کرده بیرون نماید. ناگهان در همین هنگام ماهی انگشت او را گزید. گرچند مرد انگشت خود را رها کرد و ماهی را هم پخته به اشتهای تام به اهل عائله‌اش تناول کرد، اما این واقعه همین طور به آخر نرسید. روز پس دست ماهی گزیده مرد به درد کردن آغاز کرد و چند مدت پس به پوسیدن شروع کرد. مرد به نزد طبیبان رفت، اما آنها پیش راه پوسیدن دست را گرفته نتوانستند. بیماری تمام بدن را فرا می گرفت. روز طبیبی که باید دست او را معالجه میکرد به او فکر عجیبی گفت. او گفت: من فکر میکنم که تو کاری ناخوبی کرده ای که با چنین جزای بد گرفتار شده ای، وگرنه با این سرعت تیز پوسیدن دست و افزایش یافتن آن ناممکن است. فکر کن و خطای خود را اصلاح کن، وگرنه پوسیدن تمام جسمت ممکن است. مرد ظالم با فکر افتاد و اولین چیزی که به خاطرش آمد ماهی را از دست مرد کم بغل کشیده گرفتنش بود. فوراً به جستجوی آن مرد افتاد و او را پیدا نمود و گفت: التماس بگو که وقتی من ماهی را از دست تو کشیده گرفتم تو چی گفتی که من به این بیماری مبتلا شدم؟ مرد فقیر گفت: وقتی که تو لقمه یگانه مرا از آن خود کردی، من دست به سوی آسمان برداشته گفتم که خدایا او قدرتش را به من نشان داد و تو قدرت خودت را به او نشان میده. مرد ظالم به گریه افتاد و از مرد فقیر عذر خواست و همان دمی که مرد فقیر او را بخشید دست مرد از درد باز ماند و او توبه کرد و از این بعد از ظلم و ظالمیش دست کشید، چنانه که میگویند چراغ ظلم مظلوم تا دم محشر نمیسوزد، دم سوزد اگر هم یک دم دیگر نمیسوزد. برادران گرامی، اینک رسیدیم باز به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشه.